یه نفر یه جوون یه نفر کشته چند سال خانواده‌اش نتونن رضایت بگیرن، قبل از طلوع قرار اعدامش کنن. گفتن اگه میشه یه نفر بیاد داخل زندان سلامتی بدنش تایید کنه که آماده بشه برای حکم قبل از طلوع. من گفتم تا اینجا بودم خودم میرم. بچه‌ها گفتن کی بره؟ گفتم نه خودم میرم. اومدم داخل زندان، قسمت سلول‌های انفرادی که اون زندانیای خاص وارد سلول شدم. جوون تخت خوابیده اصلا به من نگاه هم اصلا حضور من شاید متوجه هم نشد. حق داشت لحظات آخر عمرش بود. اومدم رو سرش نبضشو گرفتم. من کار خودم رو انجام میدم. میشه گفتم که صدا قلبش ببینید اما چشمش رو دادم. اومدم بیام بیرون نامش امضا کنم. یه چیز توجه منو به خودش جلب کرد. دیدم لب‌هاش داره خیلی تند تند به هم می‌خوره. گفتم حتما ضربان قلبش به هم می‌خوره. گوشم آوردم کنار باهاش گفتم چی میگی؟ دیدم یه جمله داره تند تند و پشت سر هم زمزمه می‌کنه. دیدم داره تند تند پشت سر هم زمزمه می‌کنه. زامن‌ها زامنم شد زامن‌ها زامنم شد. هم دکتر میگفتن میخواد امامزاده چیکار کنه. اون لحظه اجرا حکم همه واسطادن، جوونم گشتنش تو جایی که دارن صدکویی و من دیدم مادر من چش بس گفت لحظاتی گذشت چشاشو باز کرد فریاد زد به امام رضا بخشیدمش. دکتر میگفتم مگه میشه دویدم پلوش. میگم آش خانم اینا 2-3 سال درگیر شما الان چرا چشاتو بستی؟ خب وقتی تا چشمامو بستم گنبد خوشگل امام رضا اومد جلو چشم. یه صدا تو گوشم گفت من ضامنش میشم.